سلام خوستالشون جیبها ایمینا خطکو خبر رسای آذربایجان شهیدون به 93 نفر رسن. خازر حربی اینستیتو گلای گزارش داد که اپریلا ایمینا روژکو تا شاشمینا روژ آذربایجان شهید به اسکرون 93 نفر اعلام کردشه. ام گزارش دا اومای 34 نفر هم جنگدا یارالون بان. چمیکو بانا آذربایجان مطبوعاتون شهیدون نفرات 12 کس بوتشون به. چند روزه جیپا ایمینا خطکو اسکرون جانازان گرده کردن. احتمالاً شهیدون اشمارده ایجان زیادو ببو. آذربایجان حربی قوون آتش بس آرشنن. چند روزه که آتش بس قره‌باغ سرحدونان دا برقرار بای. اما آتش بس هر روز با آذربایجان حربی قوون داستی آرشندای. جیپا ایمینا خطکو خبر رسای که آذربایجان حربی قوون با هاوبیتس با اتوماتنا با مرز غلقانن. خیلی یولا کشورون آذربایجان کپیاشونه با آتش بس احترام بنه و مناقشه با مذاکره حل بکه. جیپا ایمینا خط اسکرون جیپا کو تلندن. جیپا ایمینا خطکو خبر رسای که آذربایجان اسکرون چه شهید با اسکرون جانازان ویندینا چه جیپا کو تلندن. خیلی اسکرون با رشواتنا پیاندشونه با پشو گردن. چو روز جنگ دا هیچ نتیجه‌ای ام اسکرون رو نبه و آوون اشتا دوستون مارگون ویندینا چه جنگ کو تارسان. آذربایجان با کازان 2011 مینا سور مذاکره اوگرنای. دمیتری مدودف اشتا یروان به بوکو سفر نتیجه بارنده ووته. ام سفر مشخص کردشه که دو طرف جنگ دومانین. اما جنگ بینو اکا کشور که آذربایجانه با پیا ایجان با مذاکره اوگرده. مدودف ووته آلیف 2011 مینا سور مذاکره قبول کردش به اما کازان شهرده آورد کردشه و اشتا سلاحون زیاد کرده نه ام جنگ بینو کردشه. اسد همان قرار مذاکران ده هسته و آذربایجان با پیا با کازان گردمونه ووتاچیون احترام بنه. روسیا مطبوعاتون قره‌باغ جنگ رو گردمون نواندن. روسیا مطبوعاتون قره‌باغ جنگ تحلیل کرده رو گردمون نواندن. ام گردمونوننده تحلیل کن چه ارمنستان موقعیت کو مدافع کردشونه. خیلی تحلیل کن روسیا امروزنا سیاست ارمنستان بارنده بر روسیا ضرر زنشونه و ووتشونه. اگر روسیا ام سیاست دوم بده خیلی را با پیا ارمنستان کو بشو. روسیا بشینه چه ارمنستان کو شمالی قفقاز هم چه دستو بباشه. روسیا چه قره‌باغ جنگ بینوبی کو خبا هستش به اما چند نگاتشه و اکسینه با آذربایجان سلاح دوشه تا قره‌باغ جنگ دا استفاده ببا. ترکیه قره‌باغ جنگ آتش زیاد کرده. دمیتری مدودف روسیا ایمینا وزیر ووته ترکیه قره‌باغ جنگ آتش باشتا گاپون به سیاستون زیاد کرده. ووته روسیا باشتا هواتا سلاحون با آذربایجان جوراینا ماتخا کنترل کردشه. مدودف ووته ترکیه پیاندش غربی سلاحون با آذربایجان باهاته. اگه جگو ببو ماتخا دستو باشه. ارمنستان چه قازاقستان کو بر روسیا شکایت کردشه. سر سارکسیان ارمنستان پرزیدنت گلای نمانده چه قازاقستان نمای با یوراسیا گردمونه کو با مدودف شکایت کردشه. قرار به یوراسیا ای بمونه کشورون گردمون ارمنستان دا انجام ببو اما قازاقستان ام گردمون قبول نکردشه. مدودف ووتشه احتمالا قازاقستان چم گردمونه کو ترسندای. ارمنستان روسیا کو پیاشه قازاقستان اشتا موقع ام ای بموننده چوک مشخص بکر.